رضا شاه برای افتتاح این بیمارستان شخصاً به مشهد اومد. شاهکار هنری که الهام گرفته از سبک‌های ایرانی، عثمانی و اروپایی هستش. تمام مساله این بنا بوم آورده. کریم طاهرزاده بهزاد معمار این اثر فاخر هستش. این بنا در سال 1313 به نام مریضخانه شاه رضا به بهره برداری رسید. جالبه بدونید دقیقاً در زمانی که مردم ایران دچار مریضی‌ها و بیماری‌های شدید بودند، این بیمارستان قدمی بزرگی برای ارتقای سطح بهداشت مردم بود. روزانه 1000 کارگر برای ساخت این بنای شکوهمند کار می‌کرد. بیمارستان 700 تخت خوابی که با 70 میلیون تومان ساخته شد. این باغ بیمارستان شاهکاری برای تسکین روحیه بیماران و همراهانشان بود. کاربری این ساختمان زیبا و ثبت ملی شده در حال حاضر بخش اداری بیمارستانه. اگر میخوای ناشناخته های مشهد و خراسان و ایران رو ببینی، پیج منو فالو داشته باش.